جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیر مبارک خود را از غلاف برآوردند. کی با حقش میگیرد؟ ابو دجانه پرسید که حقش چیست یا رسول الله؟ حقش این است که با این دشمن را زنی تا قطع شدنش. انا اخذه یا رسول الله، من میگیرم یا رسول الله. و اگر ابو دجانه سله سرخ خود را برآورد و به سرش پیچاند، مردم میدانستند که ابو دجانه جنگ بکند تا کشتن. ناگهان مسلمان کافر را یه ضربه زد که از کتف زد تا رانش آمده زد و مشرک به دو تقسیم شد. سپس آن مسلمان به سوی من نظر کرد و کیف ترا یا کعب، ای کعب ضربه را چگونه دیدی؟ و حالا باشد بعضی از قهرمان‌های مسلمان‌ها در این جنگ را برای شما و بعضی از حادثه ها را نقل میکنیم. قهرمانی رقم 1 جنگ احد این ابو دجانه هست. سیماک ابن خرشه از قبیله خزرج هست. حادثه اول که در بالا کوتاهک اشاره کردیم، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیر مبارک خود را از غلاف برآوردند و گفتند که من یأخذ منی هذا، کی این شمشیر را از من میگیرد؟ تمام صحابه ها دست دراز کردند. انا یا رسول الله، انا یا رسول الله، من یا رسول الله، من یا رسول الله. حضرت عمر پسر خطاب رضی الله عنه دست برداشتن، یا رسول الله به من دهید. حضرت علی رضی الله عنه دامادشان پسر عمکشان رضی الله عنه یکی از 10 یاران بهشتی طلب کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بعضی روایات اون است که اجلس کردن، بشین، یعنی ندادن. زبیر بن عوام رضی الله عنه پسر عمه‌شان صفیه 3 مراتبه طلب کرد. قریشی خود به خود زبیر میگفت که برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم به من ندادن؟ در دلم چیزی پیدا شد. من پسر عمه‌شان صفیه بنت عبدالمطلب هستم، من قریشی هستم، من مهاجر هستم، برای چی به من ندادن؟ فمن یأخذه بحقه، کی با حقش میگیرد؟ که کمتر مردم عقب نشینی کردن که سیماک ابن خرشه ابو دجانه گفت که و ما حقه یا رسول الله، حقش چی است یا رسول الله؟ گفتن که ان تضرب به العدو حتی ینحنی، حقش این است که با این دشمن رو زنی تا قطع شدنش. انا اخذه یا رسول الله، من میگیرم یا رسول الله. فاخذه ففلق به هم المشرکین. این لفظ در صحیح مسلم است. شمشیر رو گرفت و سری مشرکا رو دو کفان کرد با شمشیری پیامبر صلی الله علیه و سلم. در روایت طبرانی آمده است که این شمشیری ذوالفقار بود، یعنی شمشیری ذوالفقاری پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و این واقعا شرف بود. 700 نفر در این جنگ حضور دارند. ابوبکر هست، عمر هست، عثمان هست، علی هست، 10 یاران بهشتی همینجا حضور دارند. عمکشان شیر الله و شیر رسول الله حمزه است، ولی شمشیر را برای چی به ابو دجانه دادند؟ از بین 700 نفر و پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیش خود یگان کار نمی کنند، بخت توکل یگان کار نمی کنند. این همش فرمانی وحی است. برای چی این را تکرار کردیم این نقطه را؟ برای اون که حضرت زبیر رضی الله عنه گفت که قسم به نام الله امروز من از قفای ابو دجانه میشم. نگاه کنم چه این چی هنرنمایی دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او این شمشیر را دادند. زبیر میداند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیهوده ندادند، لیکن میخواهد با چشم خود بیند. بنابراین میگوید که امروز من پیگیری از ابو دجانه میکردم. وقتی که ابو دجانه اون پارچه لطه سرخ را به پیشانه اش بست، انصاری ها گفتند که اخرج ابو دجانه عصابه الموت، ابو دجانه دستار مرگ را برآورد. یعنی او را اون پارچه سرخ را دستار مرگ میگفتند، یعنی تا مرگ میجنگد. این یک نشانه و اسلوب جنگ ابو دجانه بود. ابو دجانه این در جنگ بدر هم اشتراک کرده بود، در جنگ احد هم و تا وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام جنگ ها اشتراک کرده است و قهرمان است. و پیش از اسلام هم زمانی که اوس و خزرج بین همدیگر جنگ میکردند،
ابو دجانه قهرمان جنگ بود. این را حتی مردم مکه هم شنیده بودند. بعد اینکه ابو دجانه آن پارچه متاع سرخ را به پیشانی خود بست و متکبرانه به سوی دشمن هجوم کرد، هر کسی که از رویش میبرآمد او را به قتل میرسانید. به مابین صفی مشرک ها در آمده رفت. متکبرانه راه میگشت و یا دو بیت میخواند: انا الذي عاهدني خلیلی و نحن بالسفح لدى النخیل الا اقوم الدهر في الكیول اضرب بسیف الله والرسول. من همانم که دوستم به من پیمان بسته بود. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم با عهد و پیمان شمشیر را دادند. آنگاه که ما در دامنه‌ای که نزدیک خرماها بودیم که هرگز در پسی صفها نخواهم ایستاد. در پسی صف جنگ نمی‌کردند، در بین دشمن می در آمدند، بلکه با شمشیر الله و رسول ضربه خواهم زد گویان هر کسی که از پیششان برآمد می‌کشتند. این یک حادثه. حادثه دیگر اینکه حضرت زبیر رضی الله عنه میگن که در بین مشرکا یک مرد بود، جنگ نمی‌کرد، فقط مجروح های مسلمان ها را به قتل میرسانید. در کجا بیند که یک مسلمانی مجروح در زمین داد و فیغان کرده خواب کرده است، مثلا مجروح است، الکی دیگه حرکتی جنگ کردن نداره، در زمین خواب است لیکن زنده است، این مشرک فقط هموهای به قتل میرسانید. در کجا یک مجروح را بیند او را به قتل میرسانید. حضرت زبیر جنگ را نظارت کرده ایستادند. ابو دجانه را از قفایش تماشا دارند که چیکار میکند. میگویند که ابو دجانه و اون مشرکی که مجروح های مسلمان ها رو به قتل میرسانید طرف به همدیگر نزدیک میشدند. از الله تعالی دعا کردم که اینها به همدیگر روبرو شوند، چون که این مشرک چندین مجروح ها رو الکی به قتل رسانید. چون که مجروح احتمال است که زنده ماند، لیکن این به قتل رسانید از یک سو. دعا کردم که اینها واخورند. نهایت ابو دجانه با اون مشرک واخوردند. مشرک به ابو دجانه ضربه زد که شمشیرش آمده در سپری ابو دجانه درماند. سپس ابو دجانه با شمشیر خود او را زده به قتل رسانید. حادثه 3: ابو دجانه در بین لشکری کافرها جنگ میکرد و ناگاه شنوید که کسی آنها را به جنگ حرکت میکنانید، آواز میبرآورد، مردم را تشویق میکرد از بین کافرها. به سرش چنان شمشیر را کشید که قریب زدنی بود که آواز برآورد. اون زن بود. ابو دجانه نفهمید اول که این زن است، بنابراین خواست سرش را دوکفان کند. آن زن آواز برآورد و یاردم طلب کرد از دیگرها که کسی یاردم نداد. دید که زن از شمشیر را به غلاف انداخت، نزد. این زن هند بنت عتبه بود، همسر ابو سفیان بود. زبیر در همین جا خود به خود گفت که این اولین کاری که به من نامعقول بود، یک مشرک را سرکرده نکشت. برای چی نکشت؟ ابو دجانه را پرسید که برای چی نکشتی؟ گفت که خواستم که به قتل رسانم، لیکن وقتی که صدا برآورد دیدم که زن بود است، فاکرمت سیف رسول الله صلی الله علیه و سلم. شمشیر رسول الله صلی الله علیه و سلم را اکرام کردم که با شمشیر پیغمبری الله زن زده شود. اگرچه وی زن زدن ممکنه چون که وی در میدان جنگ است، به جنگ یاری داده ایستاده است، لیکن این شمشیر پیغمبر است. شاید همینجا زبیر گفتن که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش داناتر است. برای چی مرا انتخاب نکردند؟ 3 مراتبه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شمشیر را طلب کردم، به من ندادند و به ابو دجانه دادند. الله و رسولش داناتر است. یعنی معناش اینه که شاید من به جای ابو دجانه میشدم زن را میکشتم، اما ابو دجانه را بیهوده پیغمبر صلی الله علیه و سلم انتخاب نکردند. فاکرمت سیف رسول الله صلی الله علیه و سلم، شمشیر پیغمبری الله را احترام کردم که با آن زنی زده شود. ببینید در همین لحظه های حساس چگونه ابو دجانه فکر کرد. زبیر رضی الله عنه میگفت که واقعا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با علم و دانش و با حکمت این شمشیر را به ابو دجانه دادند. این مرد مبارک از مرد انصاری و مرد مجاهد در راه الله تعالی بیهوده پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شمشیر را نداده بودند. حادثه 4: عبدالله ابن جابر نام یک مشرک اسب سوار بود، از پهلوانان اهل مکه بود. حارث ابن سمه رضی الله عنه را به کتفش با شمشیر زد و حارث مسلمان جراحت برداشت، حتی مسلمان ها او را از معرکه برداشته بیرون تر بردند. وقتی که این حادثه را ابو دجانه دید، در حال ابو دجانه به نزد عبدالله ابن جابر آمده با یک ضربه سرش را پراند. حادثه 5: کعب ابن مالک رضی الله عنه میگویند که این کمتر در آخرهای
جنگ شدگی است، ولی به قهرمانی ابو دجانه که متعلق است اینجا ذکر میکنم. مشرک ها در پایان جنگ مسلمان های مرده را مثله میکردند، یعنی گوش و بینی مسلمان ها را میبریدند. حتی هند بنت عتبه از گوش و بینی های مسلمان ها برای خودش یک گردن بند کرده بود، در گردنش کشال کرده میگشت. اینا این کارها را کردند. ناگاه در همین حالت یک مشرک که بسیار مسلح بود و قد و قامتی بلند داشت میگذشت میرفت و یک مسلمانی مسلح هم از قفای همین مشرک راه میگشت و من باشم با چشم آنها را مقایسه کردم. کعب میگوید دیدم که این مشرک مسلح تر است از مسلمان و هم ظاهرا یعنی با قوت تر است و این مرد مسلمان از پشت او میرفت تا اینکه او را به قتل رساند. من همیشه منتظر بودم که همین جنگ اینها چی میشد. کعب ابن مالک میگوید ناگهان مسلمان کافر رو یه ضربه زد که از کتف زد تا رانش آمده زد و مشرک به دو تقسیم شد. سپس آن مسلمان به سوی من نظر کرد و کیف ترا یا کعب، ای کعب ضربه را چگونه دیدی؟ در همین لحظه هایی که حضرت ابوبکر صدیق و ابو عبیده ابن جراح رسیده آمدند، در حال دیگر قهرمان های جنگ احد هم رسیده آمده بودند که یکی از آنها ابو دجانه سیماک ابن خرشه رضی الله عنه بود که قهرمانی او را در بالا ذکر کردیم. آمد با پشت خود به پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاده که اکثر تیرها از همین طرف می آمد، تیرها را با پشتش حمایه میکرد. و قتاده ابن نعمان رضی الله عنه باشد، او در طرف روبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و با رویش به طرف دشمن نگاه میکرد. تیرهایی که می آمد یعنی با بدن خودش تیرها را محافظت میکرد. میگوید که ابو دجانه از پشت بود، تخت پشت ابو دجانه میگویم مثل جیره شده بود. تیرها می آمد، ابو دجانه تیرهایی که از پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آمد با پشتش محافظت میکرد.